السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. شخصی را در سالهای ناتنجی یک گروه اوباشان سلاح به دست با طریق زوری مجبوراً زنش را در پیش چشمش به ترتیب کردند و آن شخص تا حال با آن زن زندگی کرده ایستاده است. آیا آن زن بر وی طلاق است یا او دیوس است؟ داملای عزیز شما بگویید که او چی کار کند؟ زنش را طلاق دهد یا زندگی کند؟ التماس تیزتر جواب دهید. البته خداوند اون ساعتهایی که خیلی ساعتهای ناآرام بود، ساعتهای نافهمی ها بود، لیکن ما و شما فراموش نکنیم که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبتی که به سر فرزند آدم می آید، هر آینه می آید، به اجازت من می آید. یعنی اون زمانهایی که بالای ما بود چه یک زمانهای خیلی ناخوبی بود، برای اهل خرد به نهایت یک زمانی بسیار بد بود. لیکن الحمدلله که این آرامی ها و این شرایط های بهترینی که ما و شما الحال داریم، به این شرایط ما و شما اولا شکر کننده باشید. و حبیب خدا میگوید کل شیء بالقدر. همه حالت هایی که از شما خواه خوب می شود خواه بد می شود به تقدیر وابسته است. در تقدیر مردم تاجیکستان این ناآرامی کشیده بوده است و ما و شما یک زمان این از بالای سرمان سپری کردیم و دائم باید ما و شما چی در آشکارا و چی در خلوت دعا کننده باشیم که خداوند این حالت دیگر بالای ما و شما نآورد. بسیار حالت ناخوب بود. یک حالت ناخوبش مرحمت علی همین سؤالی که الحال برای ما ارسال شد. این یک زن نه، صدها زنها به ترتیب شدند. لیکن این معنی را ندارد برادر عزیز که این مرد دیوس باشد. دیوس مردی هست که خود میداند که زن او به ترتیب است، دختری وی به حیا است و با این به ترتیبی و به حیایی دخترش وی چه است؟ صبر کننده است، وی قناعت کننده است، وی راضی است. این دیوس میگویند. دیوس اون نفری نیست که در پیش او زن و دختری وی به ترتیب کنند و این مرد حکم به دیوسی داده شود، بلکه با این زن زندگی کردن وی با طریق اولاد جایز است. این به خواهش نه زن شد نه به خواهش شوهر زن شد. اگر مبادا در خانه یکی از ما و شما نفرهای دزد درآید و برای آن که از ما و شما یک مبلغ معینی را ستانده گیرند، در پیش ما و شما آنها قادرند که دختر و زن ما و شما را تجاوز کنند. چگونه که امروز کیناهای اروپا غرب برای ما و شما تعلیم داده ایستاده، نشان میدهند که دزدها وقتی در خانه میدرآیند برای آن که پول اون مرد گیرند، اولا از دختر و زن وی شروع میکنند تا که مرد وقتی این حالت میبیند دیگر هر چی که دارد برای او دزد تسلیم میکند. امروز این مردم غرب، این دشمنان اسلام برای ما و شما این گونه تعلیمات کرده ایستادند. رئیس جمهور در برآمدش چی گفت؟ در یونسکو گفت تروریسم این معنای او ندارد که یک نفر قتل کند، بلکه این کینه‌های فحش و فاحشگی که الحال برای مردم ما آمده ایستاده است، این هم تروریسم است. این از تروریسم ده بدتر است. این رئیس جمهور گفت. اگر ما و شما به گوش هامان گوش کرده باشید، راست گفتند، خوش به حالشان، بسیار گپی نیک گفتند. و این مرد دیوس نمی شود و با این زن با طریق اولا و باید زندگی کند. زندگیش باید باز بیشتر شیرینتر باشد. هیچ داغی باید در زندگیش نباشد، زیرا اینها به خواهش نه مرد شد نه زن شد. این از حساب ناآرامی و از حساب همون بی‌عدالتی هایی که در بین مردم ما بود این انجام یافت. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با این سوال من پرره جواب گویید. باید عورت نمازش را راست یا
نشسته خواند. بعضی ها میگویند که نماز نشسته قبول نمی شود. با احترام خواهر شما که همیشه دعاگوی شما می باشد، شکر خدا میگویم که تنی رنجور دارم و دعا کنید که خداوند شفای کامل و عاجل این خواهر اسلامی شما را نصیب گرداند. خداوند این خواهر ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. و این سؤالی که کردن ما چندین بارها گفتیم که کدام زنی که نماز نشسته خوان وای نماز نیست. چی سن و سال پیران سالی داشته باشد، چی جوان باشد، باید نماز راستا خوانده شود. این کدام انسان در بین این مردم مسلمان این عمل سیئه را، این عمل خیلی زشت در بین مردم ما اعلان کرد، وای کی باشد؟ وای به حالش که نماز برای زن و مرد فرق ندارد، باید نماز راستا خوانده شود. کدام مادرهای شما، خواهر و زنهای شما اگر نماز نشسته خوانند به آنها خبر دهید که وای ترک فرض میکند. نماز راستا خواندن فرض است. اگر در نماز ما و شما یک فرض ترک شود، نماز ما و شما باطل بشود. باید خواهر و مادرهای ما و شما این صداهای ما را شنوند. اینا سخن خدا و پیغمبر است که نماز باید راستا خوانده شود. بود یک زمانی که حتی مادرهای ما و شما پاچه هاشون را بدر میکردند و بالای جای نماز نشسته نماز میخواندند. باور کنید این کدام دشمن اسلام در بین این مردم ما اعلان کرده است؟ این ممکن نیست. زن عذر دارد باید نشسته نماز خواند. اینا کی میگوید؟ اگر مردم عذرناک باشد وای باید نشسته خواند. اگر عذر چی در مرد باشد، چی در جوان باشد، چی در زنها باشد فرقی ندارد. عذر برای همه عذر است. قوت راستا نماز خواندن نداره، نشسته نماز خوانید. نشسته نمیتوانید، دراز کشیده نماز خوانید. یکی نشستن تماما در یگان خبرها آمدگی نیست که باید نماز نشسته خواند. السلام علیکم استاد حاجی میرزا، خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حمدانی کلخاز مراد رحیموف، ما در مسجد محله همان نماز تراویح میخوانیم. بعد ختم تراویح سلام دادن نماز مردم خسته میروند. شما درباره اینها چی گفتنی دارید؟ دوم، در کلخاز ما یک مسجد است. یکم سوال چه جواب میگردانیم. یعنی کسانی که ما نماز خواندیم تمام کردیم، یعنی بعد نماز باید که ما و شما ایستاده دعا کنیم. باید از پروردگارمان دعا طلب کنیم، زیرا الدعا هو العباده است. الدعا مخ العباده است. دعا خودش عبادت، دعا خودش مغز عبادت است. همون دستایی که شما میبردارین و از پروردگارتان زاره و تولا میکنید، وای هم در نزد پروردگار نماز نویسانده میشود، وای هم در نزد پروردگارتان عبادت نویسانده میشود. باید که بعد نماز ما و شما نشسته دعا کنیم که خداوند این عبادتی که ما داریم وای قبول بگرداند. باید که ما و شما دعا کنیم. اگر مبادای که کسی ضرورت دارد، برای ضرورت اجازت است که وای مسجد ترک کند یا بین همون صفها را ترک کند، از پی کار شود. برای ضرورت میلش، لیکن بی ضرورت خستنی شما ده شما ترک سنت میکنید. باید که نشینین همراه پیشواتون دعا کنید تا که خداوند دعای شما را قبول کند. یک فضیلت نماز با جماعت انا همین است که در بین ما کسی نمیداند. گفتی شاعر کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. در این بحر نمیداند کی قدر دارد، ملا امام با قدر است در نزد پروردگار یا که یک آدم عادی ترین نمازخوان. کی با قدر است کسی نمیداند. رئیس جمهور در برآمدش چی گفت در یونسکو؟
گفت تروریسم این معنای او ندارد که یک نفر قتل کند، بلکه این کنایه‌های فحش و فاحشگی که الحال برای مردم ما آمده ایستاده است، این هم تروریسم است. این از تروریسم ده بدتر است. اینا رئیس جمهور گفت، اگر ما و شما به گوش هامون گوش کرده باشید. راست گفتند، خوش به حالشان، بسیار گپی نیک گفتند. و این مرد دیوس نمی شود و با این زن با طریق اولا و باید زندگی کند. زندگیش باید باز بیشتر شیرینتر باشد. هیچ داغی باید در زندگیش نباشد، زیرا اینها به خواهش نه مرد شد نه زن شد. این از حساب ناآرامی و از حساب همون بی‌عدالتی هایی که در بین مردم ما بود این انجام یافت. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با این سوال من پرره جواب گویید. باید عورت نمازش را راست یا نشسته خواند؟ بعضی ها میگویند که نماز نشسته قبول نمی شود. با احترام خواهر شما که همیشه دعاگوی شما می باشد. شکر خدا میگویم که تنی رنجور دارم و دعا کنید که خداوند شفای کامل و عاجل این خواهر اسلامی شما را نصیب گرداند. خداوند این خواهر ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب گرداند. و این سوالی که کردن ما چندین بارها گفتیم که کدام زنی که نماز نشسته خوان وای نماز نیست. چی سن و سال پیران سالی داشته باشد، چی جوان باشد، باید نماز راستا خوانده شود. این کدام انسان در بین این مردم مسلمان این عمل سیئه را، این عمل خیلی زشت در بین مردم ما اعلان کرد، وای کی باشد؟ وای به حالش که نماز برای زن و مرد فرق ندارد، باید نماز راستا خوانده شود. کدام مادرهای شما، خواهر و زنهای شما اگر نماز نشسته خوانند به آنها خبر دهید که وای ترک فرض میکند. نماز راستا خواندن فرض است. اگر در نماز ما و شما یک فرض ترک شود، نماز ما و شما باطل بشود. باید خواهر و مادرهای ما و شما این صداهای ما را شنوند. اینا سخن خدا و پیغمبر است که نماز باید راستا خوانده شود. بود یک زمانی که حتی مادرهای ما و شما پاچه هاشون را بدر میکردند و بالای جای نماز نشسته نماز میخواندند. باور کنید این کدام دشمن اسلام در بین این مردم ما اعلان کرده است؟ این ممکن نیست. زن عذر دارد باید نشسته نماز خواند. اینا کی میگوید؟ اگر مردم عذرناک باشد وای باید نشسته خواند. اگر عذر چی در مرد باشد، چی در جوان باشد، چی در زنها باشد فرقی ندارد. عذر برای همه عذر است. قوت راستا نماز خواندن نداره، نشسته نماز خوانید. نشسته نمیتوانید، دراز کشیده نماز خوانید. یکی نشستن تمام